تو این کلیپ با آپشن‌های نصب شده و روی اتومبیل اسپورتج 2015 در خدمتتون هستیم. یه چندین آپشن نصب شده، از جمله آپشن پاور ویندوز که با قفل کردن درهای ماشین اتومات شیشه‌ها بالا کشیده میشه. یکم آینه تاشو. شما خب از اسپورتج 2015 از طریق دکمه‌ای که کنار شیشه بالا بر است میتونین آینه رو بزنین بسته بشه. ولی اگه درهای ماشین اتومات خودتون قفل کنین امکان بسته شدن وجود نداره. ما یه مداری روی ماشین نصب میکنیم که هم هنگام قفل کردن ماشین شیشه ها اتومات بره بالا، همون پاور ویندوز، هم آینه ها به صورت اتومات بسته بشه. الان نگاه کنین اتومات آینه ها بسته میشه، شیشه ها دونه دونه بالا کشیده میشه. شیشه های ماشین هر 4 تا شیشه بالا میره. آپشن بعدی که نصب شده اگه روی آینه نگاه کنین دوربین ضبط تصاویر هستش که بریم داخل ماشین بیشتر در مورد امکان این آپشن براتون توضیح بدم. یه گزینه خیلی خوبی که روی ماشین نصب شده مانیتور اندروید هستش، تمام لمسی 10 اینچ هستش. حالا اگه آینه رو هم نگاه کنین با استارت زدن ماشین آینه اتومات به صورت فابریک باز میشه. در واقع آینه‌ای که با ریموت بسته شده بود با شروع کردن و استارت زدن ماشین آینه ها باز میشه. خب اگه مانیتور رو بخوایم بررسی کنیم دقت کنیم مانیتور دارای رم 4 است، حافظه داخلی 64. مانیتور فوق العاده با کیفیت عالی هستش. این گزینه که نصب شده رو ماشین سیم کارت خورم هستش، یعنی اگه نگاه کنید داخل داشبورد علاوه بر فلشی که میخوره سیم کارت هم میخوره. یعنی شما میتونید اینجا یه سیم کارت ایرانسل یا همرو اول نصب کنید و از دیتاش استفاده کنید. یه نکته خیلی خوبی که داره سیم کارت خودش رجیستر شده است، یعنی بعد از یه مدتی این سیم کارت از بین نمیره. شما میتونید به صورت دائم همیشه ازش استفاده کنید، از دیتاش استفاده کنید و نیاز به هات اسپات نداشته باشید. یعنی نمیخواد یه گوشیتون رو هات اسپات کنید و از امکانات این مانیتور برای اینترنت استفاده کنید. ولی خب تنظیمات مانیتور بشیم یه کیفیت فوق العاده ای داره، کیفیت لمسیش عالیه، کیفیت صفحه تاچ فوق العاده است. از کنم وارد حالا تنظیمات خود دستگاه بشیم، بخوایم در مورد سخت افزاریش صحبت کنیم. دقت کنین رم دستگاه سی پی یو نگاه کنین 4 هست، 4 رمش، حافظه داخلی 64 گیگ هستش، ورژن اندرویدش 11 هستش، بلوتوث و همه اینا کامل نوشته شده. یه مشکلی که تو دستگاه‌های اسپورتج هستش، چون خیلی از ماشین‌ها از جمله اسپورتج داره سیستم صوتی فول هستن، از جمله آمپلیفایر ساب دارن، با نصب مانیتور اندروید کیفیت صدا افت میکنه. ولی این دستگاه باید بدون افت صدا و با اون کیفیت قبلی سیستم صوتیتون رو براتون پخش میکنه. حالا ببینم اگه موزیک داشته باشه حتما براتون تست میکنم که کیفیت صدا رو داشته باشیم. کنترل فرمونم که همش با این فعال هستش و کار میکنه. نگاه کنی حالا مثل این فلشی روش نیست که موزیک پخش کنه. حالا به صورت آنلاین حتما براتون تو فیلم بعدی در موردش نشون میدم. حالا تیوی هم داره، میتونین اینترنت ها یا از طریق سیم کارت یا از همون هات اسپات گوشی وصل کنین، آنلاین تلویزیون نگاه کنین. برنامه نشان داره. یه گزینه خیلی خوبی که داره کارپلی داره این دستگاه، یعنی اونایی که گوشی آیفون دارن یه خبر خوبی هستش براشون که میتونن راحت گوشیشون رو اتصال بدن به این دستگاه و از امکانات کارپلیش استفاده کنن. اونایی هم که حالا اندروید دارن از پلی استور و اپلیکیشنی که مورد نیازشونه میتونن نصب کنن، مثل یوتیوب، فیسبوک. میتونین فیلتر شکن نصب کنین. از طریق این دستگاه میتونین مکالمه انجام بدین. خیلی از کارهایی که در واقع با گوشیتون انجام میدین، مثلا مثل بازاری داره که میتونین اپلیکیشنایی که دوست دارین رو از طریق اون حالا نصب کنین. امکانات فوق العاده جالبی داره. خود تنظیمات ماشین اینجا کلی امکانات داره که میتونین اونها رو فعال کنین. تنظیمات DSP داره، اونایی که سیستم صوتی فول میبندن رو ماشینشون نیاز دارن DSP در واقع اکولایزر اینا رو تنظیم کنن. کاملا تنظیمات حرفه‌ای داره این دستگاه. یه گزینه خیلی خوب دیگه همون اول ویدیو بهتون نشون دادم، از بیرون نشون دادم، دوربین فیلم برداری بود. یه همچین دوربینی روی دستگاه نصب میشه که از جلو فیلم برداری میکنه. این دوربین از طریق USB وصل میشه به دستگاه و یه اپلیکیشن داره. از طریق این اپلیکیشن
میتونه از جلو فیلم برداری کنه و شما میتونید روی اپلیکیشن تمام فیلم ها رو بازبینی کنید. اگه تصادفی میشه خودشون جلوی ماشین میندازن، یه مشکلی پیش میاد، دائم فیلمش رو برمی‌داره، شما میتونید اینجا فیلم ها رو بازبینی کنید. یا مموری که داخل در واقع اون دوربین ضبط تصاویر هستش، اگه نگاه کنی در واقع این دوربین ضبط تصاویر یه مموری 32 گیگ بهش نصب میشه، از طریق اون مموری در واقع اطلاعات رو ذخیره میکنه. تو تنظیمات اینجا میتونید صداشو قطع کنین، فقط فیلم برداره، عکس برداره، کلی تنظیمات و امکانات خوبی داره و کیفیت فوق العاده ای هم داره این دوربین ضبط تصاویر. یعنی پلاک خان است و شما میتونید راحت پلاک ماشین جلویی هم در واقع بخونین از روش. دستگاه فوق العاده عالی هستش، حتما پیشنهاد میکنم این گزینه رو برای ماشینتون داشته باشین. حتی گزینه میرور لینک هم داره، اونایی که گوشی اندروید دارن میتونن از میرور لینکش هم گزینه استفاده کنن. فایل منیجر داره، مثل برنامه کامپیوتری دقیقاً یو اس بی هایی که انداخته میشه دونه دونه اینجا براتون لیست میکنه. همه امکاناتش اینجا وجود داره، کیفیتش فوق العاده عالیه. حالا موزیکی نبود که من بشه تست کنم صداشو. که جو شنیدین عرض کردم بدون افت صدا کیفیتش فوق العاده عالی هستش. امیدوارم که حالا از این کلیپ ما هم خوشتون اومده باشه. حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنید و منتظر کلیپ های جدید ما باشید.